انعکاس تصویر روی دریاچه رو ببین. وقتی آب آرومتره تصاویر هم واضحتر و زیباتره. تو هم هر چی بیشتر به خدا توکل میکنی ذهنت سبکتر میشه. دیگه لازم نیست همه چی رو خودت کنترل کنی، چون میدونی یکی بالا سرت هست که هوا تو داره. وقتی بهش اعتماد میکنی دنیات قشنگتر میشه، حتی تصاویر زندگی واضحتر و زیباتره. هر وقت حس کردید دیگه از پسش بر نمیای، به جای استرس فقط بگو خدایا خودت جورش کن. همون لحظه یه آرامش خاصی میاد سراغت، چون خدا خودش گفته من پشت توکل کننده هامم. وقتی بهش اعتماد میکنی ذهنت آروم میشه، قدمهات محکمتره، مسیرت روشنتره. پس بهش بسپار، ببین چطوری همه چیز داره به نفع تو میچرخه.